الحمد لله وحده و صلاة و سلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز هم که باشد خواستم در اطراف یک مسائل عقیدوی که به حد مسائل ضروری هست از فقه اکبر که او را وصیت نامه اربعین امام ابو حنیفه رحمه الله و شاگردانش میگویند، یک مسائل رو که امروز در روزمره من و شما بسیار ضروری و حتمی است خواستم بیان کنم. در بابت انسان هایی که از عقیده دور هستند، امام ابو حنیفه رحمه الله چی میفرماید؟ و اذا اشکل علی الانسان شیء من دقائق علم التوحید فانه ينبغي له ان يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالی. امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید هر وقت که مشکل شود بر انسان چیزی از مسائل دقایق علم توحید، هر وقت یک انسان مشکلی بیاید چیزی از مسائل عقاید توحید، فانه هر آینه ینبغی له سزاوار است از برای انسان اینکه اعتقاد کند در حالی که باشد همواره ثواب نزد الله متعال. یک انسانی که از مسائل عقیدوی مشکل دارد، چی در مسائل جنت باشد، چی در مسائل دوزخ باشد، چی در مسائل شناخت الله باشد، چی در مسائل جناب پیامبر باشد، او بنده باید که اون نظر فکر خود را همون طریقه بگیرد که در اون ثواب باشد نزد الله تعالی. دوام عبارت چیزی با میگوید الا ان یجد عالما فیسألوه ولا یسعه تأخیر الطلب ولا یعذر بالوقت و یکفر ان وقف. بسیار جای خطرناک ده میگوید. یعنی این عباره را من به چی خاطر گفتم؟ به خاطر که یک انسانی که از مسائل عقیدوی از جنت و دوزخ باشد، یا از قیامت باشد، یا از قبر باشد، یا از نبوت پیامبر باشد، یا از ملائکه ها باشد، یا از کتاب های آسمانی باشد، همون انسان در این مسائل وقتی آگاهی ندارد بگه که همین به خود اعتقاد داشته باشد که این مسائل نزد الله این گونه هسته، یعنی که همین کتاب ها به نظر من از جانب الله هسته، همین تا نظرش بگیرد و بعدا کوشش کنه از پای سوال کردن نزد یک عالم برود، این مسئله عقیدوی را از اون چکا کنه پرسان شود. یعنی یک باره دوزخ سوالش میکنن یا در باره جنت در خود شک شبهه میرود، همین اعتقاد کند که جنت وجود دارد، باز من این مسئله را چکا میکنم؟ از یک عالم پرسان میکنم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید که باز تأخیر نکنه در طلب همین، یعنی که امروز با فردا و پس فردا و این گونه نکند. وقتی که در همین مسئله عقیدوی مشکل دارد، اون آدم باید تأخیر نکند. لا یعذر بالوقت، عذر داده نمیشود اگر اون انسان وقت کند. یعنی اون انسانی که ماها و سالها میگذرد از مسائل عقیدوی دین خود نمیرود یک عالمی را پرسان کند، دیگه با اون انسان عذر داده نمیشود. امروز در روزمره زندگی ما یک مشکل در خانواده‌مون بیفتد، در کار بارمون بیفتد، از ده ها انسان پرسان میکنیم در مسئله عقیدوی توحید و خداشناسی، باید من و شما هر لحظه که شک و شبهه میآید در حال باید پرسان کنیم. انا مورا میگه عذر داده نمیشد همون انسان وقف کند و یکفر این وقف، همون انسان کافر میشود اگر وقف کند. همون انسانی که در همون مسئله عقیدوی که عقیده پره نداشت، یقینی پره نداشت، یعنی که در همون دلش هر طرفه شک شبهه میکرد، چی در باره جنت گفتیم، چی در باره شناخت الله، چی در باره ملائکه ها، همون تا سالها گذشت همون انسان نرفت پرسان نکرد، باید مسئله عقیدویش پرسان میکرد، برطرف میکرد جهل از خودش. لیکن همون تا چکو کرد؟ میگه که گشتن گرفت باز همون عقیده ناخوب با همون عقیده باطل
او انسان چی میشود؟ کافر میشود. نعوذ بالله. این سخن امام ابو حنیفه تا را خطر دارد. باید عزیزان دل من و شما بیدار باشیم. امروز نگاه کنید در شبکه‌ها چه از طریق بازی های کفری هست. امروز جوانان چه شوخی های کفری میکنند. از زبان جوانان امروز گپای کفری میبره که نعوذ بالله بنده بسیار میترسی وقتی که گوش میکنیم. و همین خاطر عزیزان دل این صدقه جاریه را به یار و دوستان خود تقسیم کنید تا که کدوم از مسائل عقیدوی با خبر نیستند کوشش کنند که در مسائل عقیدوی خود نزد اون عالم هایی که میشناسند رفته پرسان کنند. الله متعال هر یک من شما را عقیده صحیح نصیب و روزی بگرداند. آمین. الحمدلله وحده و صلات و